جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت خدمت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنام خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم. بیننده چند تا سوال پرسیدم از سوال SMS و پرسیدن که گفتن که یکی از دوستانشان اهل تشیع هستند و چند تا سوال در مورد اهل سنت پرسیدن که اولا اگر ساختن بارگاه و مرقد گناه و حرام است، چرا بزرگان اهل سنت مانند امام شافعی یعنی قبرستان امام شافعی و امام ابو حنیفه و غیره دارای بارگاه و گنبد هستند؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد ساخت و ساز و روی قبرها عقیده تمامی اهل سنت و الجماعت یعنی تمام مذاهب اربعه ائمه بزرگوار ما امام ابو حنیفه، شافعی، مالک و احمد رحمت الله علیهم اجمعین برگرفته از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و از دیدگاه تمام این بزرگواران بناء بر قبر، ساختمان بستن روی قبر، قبه گذاشتن، مزار درست کردن، اینها از نظر شرعی از دیدگاه تمام مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت کاری خلاف سنت هست و یک نوع بدعت و نوآوری در دین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی کردند. و در این زمینه روایاتی از اهل سنت هم هست، روایاتی از شیعه هم در این زمینه هست. اما متاسفانه ما میبینیم که امروز بسیاری از کسانی که منافع مادی دارند در این زمینه، اهم از شیعه باشند یا افرادی باشند منتسب به اهل سنت و الجماعت مانند صوفی ها که در این زمینه با شیعه همسو هستند، چون که اهداف مادی در این زمینه دارند، آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، اقوال ائمه بزرگوار و مجتهدین رو زیر پا گذاشتند به خاطر منافع مادی که از این طریق دارند. اگر واقعا این قبرها و مزارها منافع مادی نداشت، باور کن کسی هم تبلیغش رو نمی‌کرد، برایش این همه حدیث جل نمی‌کردند، این همه کرامت برایشون جل نمی‌شد. آن چیزی که در این زمینه ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا فرستادند که الا ادع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من دستور داد، منو مأمور ساخت که برم هر گونه بوتی که وجود داره بت‌ها رو در واقع از بین ببرم، نابود بکنم، ولا قبرا مشرفا الا سویته، و هر قبری را که برآمده باشد بیشتر از حدی که مسنون هست اونو بالا آورده باشند یا بنای برون کرده باشند، میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا مأمور ساخت و مأموریت داد که برام این قبرها را خراب بکنم. این روایت اهل سنت نیست.
بلکه هم اهل سنت روایتش کردن و هم شیعه. یک روایت متفق علیه هست. اهل سنت و الجماعت در بهترین کتابهاشون اومده، در صحیح امام مسلم این در واقع ذکر شده و 100% صحیح هست و همچنین از کتب شیعه هم اومده. امام صادق این رو روایت کرده از حضرت علی رضی الله تعالی عنه. دقیقاً همین مطلب را میگوید که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی هدم القبور و کسر الصور. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من مأموریت داد که قبرها را منهدم بکنم و تصاویر را و مجسمه ها را بشکنم، همون گونه که امام مسلم روایت کرده با الفاظ شبیه به این در کتاب وسائل الشیعه و در بقیه کتاب‌های شیعه در واقع اومده. پس بنابراین در این زمینه هیچ تفاوتی وجود نداره بین شیعه و بین اهل سنت و الجماعت. یا مثلا روایت دیگری هست در صحیح امام مسلم از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه که میگه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یجسس القبر و ان یقعد علیه و ان یبنى علیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند از 3 مورد که نباید قبر رو سیمانکاری کرد یا گچکاریش کرد، بر اون بنایی رو ساخت و نباید بر روی قبر نشستین. خود نشستن، پا گذاشتن بر روی قبر از نظر شرعی جایز نیست که متاسفانه شیعه در این مورد هیچ گونه ابایی رو ندارند، ولی اینکه بر روی سنگ قبرها آیات قرآن نوشته باشد بر روی آن راه میروند، مینشینند، تفریح میروند در قبرستان. و ان یبنى علیه و نهی فرمودند از این که بر روی قبر چیزی بنا بشود. و تمام ائمه اهل سنت و الجماعت بر این نقطه در واقع متفق هستند و حتی خود امام شافعی که این بیننده عزیزمون میگن که قبر امام شافعی رو گنبد و بارگاه ساختن، در کجا امام شافعی رحمت الله علیه وصیت کردند که بر قبر من گنبدی ساخته بشود و مزاری ساخته بشود و این در واقع بدعت ایجاد بشود؟ بلکه برعکس هست. امام شوکانی رحمت الله علیه از امام شافعی نقل میکند که ایشون گفتند که رأیت الائمه بمکه یأمرون بهدم ما یبنى علیه، که امام شافعی میگه من ائمه را دیدم در مکه مکرمه که دستور میدادند که قبرها باید منهدم بشه در زمان امام شافعی رحمت الله علیه. از بنابراین این یک امر مسلمی هست در تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت. امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد، امام مالک، تمام بزرگواران نظرشون این هست برای گرفته از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. و بالفرض اگر کسی اومده باشه بعد از وفاتشون بر قبرشون گنبد و بارگاهش ساخته باشه، برخلاف میل این بزرگواران هست و برخلاف دیدگاه و مذهب این بزرگواران هست، گناهش برگردن امام شافعی نیست، گناهش برگردن کسی هست این کار رو در واقع انجام داده. در روایت شیعه حتی در این زمینه یعنی احیانا میبینیم تشدد بیشتری به خرج دادن تا نسبت به اهل سنت. به طور مثال در کتاب من لا یحضر الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه هست از امام صادق رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشان میگه که کل ما جعل علی القبر من غیر ترابه فهو ثقل علی المیت. میاد هر خاکی که بر روی قبر گذاشته بشود غیر از اون خاکی که از خود قبر بیرون آوردن، این یک بار سنگینی هست بر دوش خود مرده. چه برسد که بیان مثلا گنبد و بارگاهی بسازند و با یک ساختمان خیلی بزرگی در واقع ساخته بشود. یا مثلا از امیرالمومنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بازم در کتاب من لا یحزن نقل شده که من جدد قبرا او مثلا فقد خرج عن الاسلام. کسی که قبری رو تجدید بنا بکند از اسلام خارج شده. این روایت من از اهل سنت نداریم، روایت شیعه هست. اما متاسفانه همون گونه که عرض کردم شیعه بنابر مصالح دنیوی خودشون، چون که منافع دنیوی برایشون دارد، سردمداران این مذهب تبلیغ میکنند گنبد و بارگاه ساختن رو، مزار ساختن رو، به تعبیر خودشون که یک تعبیر ناجایز هست، حرم ساختن رو و حرم ساختن و گنبد و بارگاه فقط به خاطر این است که مال مردم رو در واقع از این طریق تفاول بکنند. عرض کردم که از دیدگاه ائمه شیعه و ائمه اهل سنت و الجماعت ساختن گنبد و بارگاه و بنا بر روی قبر از نظر شرعی جایز نیست و حرام قطعی و 100% هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که گفتن لطفاً اذکار بعد از نماز را نکته به نکته برای ما توضیح دهید. اذکاری که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده اذکار متعددی هستند. معروف ترین این اذکار همین اذکار که معروف هست اذکار فاطمی هست
یعنی 33 مرتبه سبحان الله گفتن و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه الله اکبر گفتن هست و اگر 10 مرتبه هم بگویند باز هم اشکال ندارد و ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم. و در صورتی که 33 مرتبه هر یک ذکری از این ذکرها را بخواند در که 99 مرتبه میشوند، مرتبه سومش این ذکر بخواند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و همچنین خود این ذکر هم ثابت شده بعد از نمازها لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این بعد از هر نماز خوانده بشود، حداقلش 10 مرتبه خوانده بشود، ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا این که اضافه بر این گفته بشود لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا حدیثی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردن که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. و غیر از این خواندن سوره های از قرآن کریم هم مسنون هست. بعد از هر نمازی خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز و همچنین خواندن قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از هر نماز خونده بشوند و خصوصا بعد از نماز مغرب قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هر یکی 3 مرتبه خوانده بشوند به اضافه آیت الکرسی. اینها اذکاری هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن از الان سوالاشون آماده باشه و لطف کنن که وقتی تماس گرفتن از طریق گوشی تلفن مستقیما با ما صحبت بکنن چون صدا از گیرنده دیرتر میاد. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که اگر زن بدون اجازه شوهر بیرون برود گناهی بر او هست، بخصوص وقتی که شوهر سفر رفته باشه؟ معمولا یعنی خود خانم‌ها تشخیص میدهند یعنی طبیعت در واقع شوهر را یا روش تعامل و برخورد شوهر را. اگر میدونند که در واقع شوهرشون ناراحت میشود یا این که مثلا به جایی میخواند خارج بشوند و از خونه بیرون بروند که مورد رضایت شوهرش نیست، اگر اینجا بود اجازه نمیداد این کار رو انجام ندن، بدون اجازه خارج نشوند. ولی اینکه اگر جای دیگری باشد امروزه که الحمدلله این تماس و ارتباط کار ساده شده، اطلاع بدهد و اجازه بگیرد، این اولاتر و بهتر هست. و در این زمینه ما میبینیم که حتی ازواج مطهرات همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این کار رو انجام میدادن. در داستان معروف افک وقتی که اتفاق افتاد، این روایت در صحیح بخاری و مسلم اومده، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردن که یا رسول الله اتأذن لی ان آتی ابوی، آیا به من اجازه میفرمایید که برم خونه پدر و مادرم؟ یعنی این یکی از آداب زندگی هست که در واقع مراعات کردنش چه بسا که مایه سعادت و خوشبختی زندگی زناشویی طرفین بشود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است و فقط دوباره تکرار میکنم و خواهش میکنم بینندگان عزیز که وقتی تماس گرفتن لطف کنن که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. به سال حق و منتظر سوال شهریتان هستیم. سوال میخوام پرسم این نماز زن و مرد فرقی داره یا نه؟ سوال دیگه هم هست؟ سوال اینه که مثلا وقتی که در حالت در ماه مبارک رمضان رسمی روز در حالت ماهیان بیشتر از آن شد، بیشتر در حالت ماهیان شد، مثل روزه شکسته میخواست بخورد یا نخورد؟ یعنی پیش از نماز صبح؟ آره پیش نماز صبح مثلا بخورد یا عصر بیشتر بخورد یا درست. سوال دیگه هم هست؟
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. میبخشید پرسش و پاسخ؟ بله، پرسش و پاسخ و سوال شهریتون لطفا. من خسته نباشید. سلامت باشید. میخواستم سلام مخصوصی به حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان بکنم. عرض کنم خدمتتون یه مسئله هست میخواستم بپرسم و ببینم جوابشه. شیعه‌ای که هدایت میشه تو منطقه‌ای که نمیتونه اهل سنتی نیست و حرفاشو به حساب نمیارن یا مثلا عقیدهشو یا توی نمازها وضو به مشکل برمیخوره، حضرت آیه دهقان یه راهنمایی بکنن. مثلا سکوت به نظرتون سکوت مثلا کلا آدم نه اینکه تغییر بکنه، سکوت یعنی اصلا دیگه نسبت به عقیدهش یا نمازاشو تنهایی میخونه. خواستم حضرت آیه دهقان یه انشالله توصیه در این مورد با تمام بفرمایید. خیلی ممنون. سلامت. نمیشه یه حضرت سلام مخصوص من خودشون یه سلام جواب سلام منو بگیرن، چون واقعا دوست دارم صدایشون رو بشنوم. یه 3 سالی از برنامه‌هایشون رو دنبال میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله متعال انشاءالله شما خیلی رو ممنون. بر شما بزرگوارین. این مسیری رو که انتخاب کردید انشاءالله الله متعال شما رو بر این مسیر ثابت قدم نگه داره. واقعا هدایت بنده اول خدا، دوم از طریق شما صورت گرفته. خیلی ممنون. سلامت باشید. میکنم. سلامت باشید. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیرین. سلام علیکم بفرمایید. برنامه پرسش پاسخ. من پرسش پاسخ و سوال شهریتون لطفا. من سوال داشتم، 3 تا سوال. یکی این که این مولوی یکم صداتون رو بلندتر کنین، صدا خیلی پایینه. من 3 تا سوال داشتم برای دوستان. بفرمایید سوال اولتون. سوال اول اینه که این ظاهرا تماس مشکل داره. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یه سوالی داشتم از استاد. بفرمایید سوالتون. عبدالقدوس دهقان. سوال من این است که امام ما وقتی که مؤذن قامت رو میگد، وقتی که قامت صلات میگد حالا تمام نکرده امام تکبیر تحریمه را میبندد. آیا این کار درست است یا نه؟ تشکر. خدا نگهبان همه شما باشد. به خصوص جناب انصاری. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم آقای واسی. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. مهربانی لطف میکنین. سلام خدمت جناب عزیز مولانا سلام تقدیم میکنم. سلامت باشین. بفرمایید سوال شهریتون. بله، ارتباط سوال شرعی داشتم که به حساب آقای واسی مسئله زکات است. بله بله بفرمایید. از طریق گوشی تلفن ما صحبت بکنید، صداتون رو میشنویم ما. بله، اگر مقدار زکات 80 نصابش به حساب طلا 86 گرم است، فکر می‌کنم 85 گرم است. اگر از این مقدار کمتر باشه 81 گرم 84 گرم باشه، مثال 1 گرم یا 2 گرم کمتر، این باز چگونه است؟ بازم 1 گرم تفاوت کنه زکات واجب است یا چگونه میره؟ واسه محترم لطف کنید. درست. سوال دیگه هم هست؟ سلامت باشین آقای واسطه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. من 3 تا سوال داشتم در حضورتون. بفرمایید سوال اولتون. سوال اول من اینه که بعضیشون میرن پیش ملا تعویض میگیرن درباره مریضیشون، یا که کسی میگه سر میشه و تعویض بگیرید اینا. سوال دوم اینه که با نماز زن و مرد وقتی میرن سجده، بعضیشون میگن زنها باید دیگه جوری سجده برن، مردا دیگه جوری. درست. این هم به ما پاسخ بدید. سوال سوم
بله. سوال سومتون؟ سوال سوم تبلیغی درباره اینا چی میرن مسجد بعد ظهر میگن بیای برید گشت ببریم تو خونه ها این مسجد یعنی ها در روز عید؟ در روز عید نه، هر روز هفته روز دوشنبه و چهارشنبه بعد ظهر عصر میرن گشت زنی میکنن تو خانه ها میگن بیای تبلیغ. اینا. امین سه تا سوال داشتم، دست دارم خیلی. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من سوالم نیمه کاری بود. اون مطلبی که داشتم میخوندم که فتوا صادر شده بود میخواستم ببینم میگفت کیفیت. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله. بفرمایید، از طریق گوشی تلفن ما صحبت کنید. جمال هستم از هالند. یک سوال داشتم به ارتباط از اینکه به اروپا، من در هالند هستم، خانه خریدن جایز هست یا نیست؟ چون که اینجا ما میگیم رنت میگیرن، سود میایه، این جایزه یا نیست؟ این کیفیت چطور، یعنی چطوری خونه میخرید؟ یعنی از طریق بانک؟ از طریق بانک میخرید خونه و به چه صورت؟ اگر توضیح بدید. بله خودم مثلا کار دارم، کار میکنم، فصل قرارداد دارم، از حضور شما از طریق بانک میخوایم خانه بخرم، میگن که این سود میشه، اما یک عده هستن میگن نه سود نمیشه، به خاطر اینکه نه تو ضرر میکنی نه بانک ضرر میکنه نه صاحب خونه. بو اساس ما موندیم که حالا چی کنیم. درست، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. تشکر رو به شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. سلام. علیکم السلام، بفرمایید. من می‌خواستم سلام خدمت آقای عبدالقدوس دهقان بکنم، بزرگواران فرمودن. یه موقع ما یه سوالی از چون که فقط می‌خواستم تشکر ازشون بکنم در رابطه با اون گفتم پسر اول خانواده هستن، حق اون برادران اینا برادر حق رسیده برادر کوچیک اینا. یه راهنمایی به ما کردن، ما رفتیم خلاصه پدرمون رو دیدیم. آقای که شما عرض کنم خیلی هم خوشحال شد، بعد 3 سال پدری که 4 سال انتظار می‌کشه که ما بریم سلامش بکنیم، رفتیم خلاصه اشک بخشیدن به حساب خوشحال شد. من می‌خواستم تشکر ازش بکنم، فقط همین، قربونش برم، صداش بشم. سلامت باشین. تشکر می‌کنم. می‌خواستم سلام خدمتتون عرض کنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب فرمان داشته باشی، خدا نگهدارش. سلامت باشین. تشکر می‌کنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، سوال شهریتون لطفاً. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. حسن سلامت باشین، سوال شهریتون. سوال شهری خاصی ندارم، خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتان، از استاد گرم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از جرمنی بر امرایتان به تماس هستم. من 2 سوال داشتم. میخواستم که سوال یکی نمیست که ما با یک فامیله که 4 تا یتیم داره ما کمک میکنم و او با قدر زیاد کافی پیسام نیست. اگر من پیسه زکات مثلا جمع آوری کنم، مثلا در طول 1 سال باز ما او را هر ماه کم کم برش روان کنم، به عوض از اینکه مثلا ما دیگه پیسه روان کنم، این پیسه زکات برش هر ماه مثلا کم کم برش روان کنم، یا یکی یک جای مثلا برش روان کنم بگویم اینمی حق 1 سالت است، این درست است یا نه؟ و سوال دوم است که نمازایی که قضا شده مثلا سابقا نخواندیم یا قضا شده و ما شنیدیم که نمازی که قضا میشه باید که سنت تا دیگه آدم هیچ وقت نخونه تا وقت اونم رو بخونه قضایای خدا که قضایی پوره شوه. مگم سنت حتمی نیست که باید بخونه، فقط اول آدم باید قضایای خدا خوانده بره. مثلا نماز پیشین میتونم تنها فرضش بخونم و متباقی که باید سنت بخونم، به عوضش باید قضایی رو بخونم. اینمی درست است یا نیست؟ نمیفهم. اینمی رو برای ما جواب بدین. درست. بسیار تشکر، خداوند اجر نصیبتان کنه. خداحافظ شما. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. عرضم به خدمتتون که از جناب مولانا میخواستم چند تا سوال بپرسم که نشه مستقیم باشن تماسش چطوری میتونن؟ بعد از برنامه انشاءالله تماس بگیرین. این وقت برنامه تمام شد تماس بگیرین بلا فاصله البته تا مولوی میتونه با شما صحبت بکنه. با همین شماره که بله با همین شماره تماس بگیرم. با همین شماره. بله خیلی ممنونم. سلامت باشید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. پاسخه. بله بفرمایید. سوال دارم. بفرمایید سوالتون. سوال من ایشه که مردی قسم وارتا قسم جنتلک وارتا مرد به جنو کارت جت نکرده ایشی سوال چیه؟ مولوی میفهمی شما؟ بله سوال دیگه دارین؟ تشکر میکنم از شما. این سوال من نفهمیدم بلوچی صحبت کردن دیگه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. من از حضور مولانا صاحب دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون اینه که اگر کسی بالای یه قبر مثلا کنار یه قبر درختی بکاره، البته نیتش ایجاد بدعتی چیزی نباشه، مثلا به خاطر ایجاد یه سایه‌ای برای پرنده چیزی کسی بشینه زیر سایه درخت نیتش این باشه و مثلا بره برای آبیاری اون درخت، این مشکل شرعی داره؟ و سوال دوم من اینه که اگر میشه سکرات رو برای من معنی کنید که ما به بیهوشی هنگام مرگ چرا میگیم سختی مرگ؟ همین. درست. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. همین زن میتونه بخونه نماز جمعه بخونه به تنهایی؟ بله سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر دست مدد نکنه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. خسته نباشید. سلامت باشید. من فرد قدنخواهی معذور قدنخواهی هستم. بفرمایید. سوال شرعیتون؟ نمیتونم نماز جمعه شرکت کنم. آیا میتونم تو خونه بخونم یا هم نماز ظهر نماز جماعت یا جمعه منظورتونه؟ بله نماز جماعت نمیتونم. من فرد معلول قدنخواهی هستم. نمیتونم نماز جمعه برم. آیا میتونم تو خونه نماز ظهر بخونم؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. سلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم بفرمایید. من دو سوال داشتم خدمت. بفرمایید. سوال اولتون؟ ببخشید آیا شکننده های وضو غسل هم باطل میکنه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دومم اگر کسی گناه بکنه بعد استغفار کنه بعد دوباره به گناهش برگرده آیا گناه اولیش دوباره نوشته میشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ این شکننده های وضو بیننده گرامی فرمودید که شکننده های وضو غسل رو هم باطل میکنه. منظور شما اینه که با شکننده های وضو غسل واجب میشه یا نه؟ بله منظور من اینه که وقتی کارهایی که وضو را میشکنن آیا غسل هم میشکنن؟ بسیار خوب. تشکر. خدا سلامت باشین. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم میان برنامه میبینیم. ان شاء الله اگه وقت شد دوباره تماس شما بینندگان را میگیریم. با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسؤالي جئت لكي
أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول و یکی دیگر از بینندگان سوالشون در مورد این بود، گفتن که آیا نماز زن و مرد با هم فرقی دارد بخصوص در هنگام سجده کردن؟ در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که در صحیح بخاری هست فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمودند که همان گونه که من نماز میخونم شما هم نماز بخوانید. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و دستورهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر می‌فرمایند اینها عام هست، یعنی هم برای مرد و هم برای زن، هیچ گونه تفاوتی نیست. بدین خاطر هست که ما یعنی خطابهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که مخصوص زنها هست بسیار اندک و کم هست. عموما وقتی که امت رو مورد خطاب قرار میدهند هم امت هم مردش و هم زنش مورد خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بنابر قاعده عربی وقتی که خطاب به مرد باشد هم مرد رو در بر یعنی مشمول مرد هم می شود و مشمول زن هم می شود، مگر این که دلیلی بیاید و یک حدیث صحیح وجود داشته باشد برای یک حکم، بیان یک حکم اختصاصی برای زنان که نماز مردان این گونه هست اما در فلان مورد استثناء هست، زنان باید این گونه نماز بخونند. در این زمینه هیچ گونه حدیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و نقل نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده باشند که زنها به گونه دیگر نماز بخونند و مردها به گونه دیگر نماز بخونند. همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نقل نکرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها دستور داده باشه که به گونه دیگر نماز بخونند. زنان می اومدن در مسجد نماز میخوندند و خود مردا می رفتن در خونه هاشون نماز میخوندند، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، تمام زنان در واقع نماز میخوندند. بلکه روایات صحیحی وجود داره که زنان در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل مردها نماز میخوندند. در صحیح بخاری اومده از ام دردا رضی الله تعالی عنها که امام بخاری رحمت الله علیه میفرماند کانت ام دردا تجلس فی صلاتها جلسة الرجل و کانت فقیهة. ام دردا در نماز مانند مردها می نشست، یعنی نماز می خون و ایشون یک زن فقیهی بودند، یعنی زنها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً مثل مردها می نشستند برای نماز. و روایاتی که در این زمینه اومده که تفاوت بین نماز مرد و زن رو بیان می کند که در سنن بهقی اومده یا در سنن ابو داود اومده، روایتی از حضرت ابن عجلان اومده از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کان یأمر الرجال ان یتجافوا فی سجودهم، که در سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میداد که مردها یعنی دستای خودشون رو باز بکنند، یعنی به سینهشون و به زمین نچسبونند بلکه اینها رو باز بکنند. و یأمر النساء ان ینخفضن فی سجودهن، و به زنان دستور میداد که خود را جمع بکنند در سجده. اما این روایت ضعیفی هست و هیچ گونه نمیتونه که یک حکم شرعی رو ثابت بکنه. روایت دیگری باز هم هست در سنن بیهقی از روایت ابو مطیع بلخی هست که باز همون یک روایت ضعیفی هست. خود ابو مطیع بلخی که انسان ضعیفی هست و نمیشود که به روایتش اعتماد کرد. روایت یزید ابن ابی حبیب هست که ابو داود آورده و دیگران آوردن. تمامی این روایات از نظر سندی اشکال دارد و نمیتواند که مستند یک حکم شرعی قرار بگیرند. اصل بر این است که
نماز مرد و زن هیچ گونه تفاوتی رو ندارد. دقیقاً و 100% زنها باید مثل مردها نماز بخونن. هیچ دلیل صحیحی وجود ندارد که تفاوتی رو میان نماز مرد و نماز زن در واقع بیان کرده باشه و فقهایی هم که حرفایی رو زدن بر اساس این روایات ضعیف، حرف اونها هم قابل پذیرش نیست، زیرا که دلیلشون یک دلیل ضعیف است. پس بنابراین تفاوتی میان نماز مرد و زن وجود نداره، نه در کیفیت در واقع بستن دسته ها، نه در کیفیت رکوع، نه در کیفیت سجده و نه در کیفیت قعده و التحیات. هیچ گونه تفاوتی میان نماز مرد و زن وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در واقع این بود، گفتن که در ماه رمضان قبل از نماز یا پیش از نماز صبح عادت ماهیانه آمده است، آیا روزه رو بخورن یا نه؟ قطعا وقتی که زنی اگر قبل از این که در شب قبل از که روز بشود یا در طول روز روزه گرفت، یک زنی رو فرض بکنیم که شب روزه بود و تا قبل از غروب اگر عادت ماهیانه شد، این روزش باطل هست. قبل از غروب اگر روزش یعنی عادت ماهیانه شروع شد، این روزش باطل هست و حساب نمیشه و یک روز دیگر به جای این روز باید روزه بگیره. اگر قبل از نماز فجر بود که خب به طریق اولا نمیتونید که روزه بگیره، از همون ابتدای روز میتونه برایش خوردن و آشامیدن کاملا مباح است و از اون به بعد نمیتونند که روزه بگیرن. اگر در وسط روز روزه بودن و عادت ماهیانه شروع شد، اون روزش رو بخوره، هیچ اون اشکالی نداره، بخوره و عملا روزش شکسته، باطل شده. و اگر نخورد، بالفرض این فرضی رو بگذاریم که اگر یک زنی در وسط روز رمضان یا چند دقیقه مونده قبل از غروب، 1 ساعت، نیم ساعت، 5 دقیقه مونده قبل از غروب آفتاب عادت ماهیانه شد، اما این زن چیزی نخورد و نیاشامید، باز هم روزش باطل هست، یک روز دیگه باید به جای این روز روزه بگیره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که یکی از گفتن که از شیعیان هدایت شده هستن و انشالله خداوند او را ثابت قدم نگه داره، گفتن در منطقه شون اهل سنت نیستن و اگر اعلان وجود بکنن که اهل سنت هستن با مشکل برخورد میکنن و دچار مشکلات میشن در منطقه. گفتن چه توصیه میکنین بهشون، سکوت بکنن یا کار دیگه انجام بدن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی مراحل دعوت رو برای ما مشخص کردند و فرمودند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. منکراتی رو که انسان به صورت کلی در جامعه می‌بیند که کارهای خلاف شرع انجام داده می‌شود، اگر کسی علم شرعی دارد یا توانایی ممانعت و جلوگیری دارد، اصلش و مرحله اولش این است که جلوگیری بکند با دست خودش، یعنی اون منکر رو از بین ببرد. این مرحله اول هست. مرحله دوم، اگر نمیتواند که عملا اقدامی رو انجام بدهد، حداقل گوشزد بکند، توصیه بکند، نصیحت بکند، با زبان خودش مردم رو آگاه بکند. این درجه دوم هست. و اگر نتوانست فبقلبه، با قلب خودش این عزم و اراده رو داشته باشد که هر وقت زمینه فراهم شد، من انشاءالله این منکرات رو از بین خواهم برد و مردم رو امر به معروف و نهی از منکر خواهم کرد. و عزیزانی که هدایت میشوند و به مذهب اهل سنت و الجماعت در واقع میگروند، لازم نیست که حتما اعلام بکنند که سنی شدند. دین شما، ایمان شما، اعتقاد شما یک چیزی هست میان خودتون و میان پروردگارتون. همین که شما توبه کردید از گذشته خودتون، هدایت شدید، از کفریات و شرکیات و موارد غیر شرعی توبه کردید، این یک تعهدی هست در میان شما و در میان پروردگارتون. لازم نیست که اعلام بکنید به خانوادهتون، به جامعهشون که مردم من دیگه از دین شما برگشتم و من الان دیگه مسلمان شدم یا سنی شدم. این لازم نیست. حتی در کیفیت نماز و نباید، یعنی در صورتی که جانش به خطر میفته، لازم نیست که حتما یعنی طبق روش اهل سنت و الجماعت از نظر شکل ظاهری در واقع نماز بخونن. وضوشو میگیره، خب وضو رو در جای میگیره که کسی نمیبیند. وضو بگیرد، در واقع پاها رو بشورد و طبق روش اهل سنت و الجماعت. اما اگر در جای نماز میخوند که بقیه مردم اون رو میبینن، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که دستها رو باز بگذارد. هیچ گونه اشکالی در نماز شما به وجود نمیاد. یعنی بستن نماز در بستن دسته ها در نماز یک از سنت های نماز هست.
اگر کسی عمدن هم ترکش کرد هیچ گونه خللی در نمازش ایجاد نمی شود و نمازش کاملا صحیحه. و خود بستن دست عرض کردم که یکی از سنت های نماز است. حتی در مذاهب اهل سنت و الجماعت فقهای مالکیه گرچه در این زمینه دلیل از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، اما مذهب فقهای مالکیه این است که دستها رو باز بکنن مثل شیعه ها. این یکی از مذاهب اهل سنت و جماعت هست و مذهب مالکی هست، گرچه عرض کردم که هیچ گونه دلیلی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که این جزئیات فقهی را شما نباید در حد اصول دین قرار بدید. جایز هست که شما در وقت نماز خوندن دستاتون رو کاملا باز بکنید و با دست باز نماز بخونید تا اینکه مورد اذیت و آزار قرار نگیرید و کم کم تا جایی که میتوانید به کسانی که اعتماد دارید آن چیزی رو که بهش رسیدید، هدایتی رو که شما یافتید، کم کم این رو به دیگران عرضه بکنید، دعوت بکنید تا اینکه دیگران هم انشالله از این خیر بهره ببرن. اما اینکه جان خودتون رو در یک جامعه‌ای که 100% شیعه هست به خطر بیاندازید و جلوی دعوت خودتون رو بگیرید یا اینکه در واقع خودتون مورد اذیت و آزار قرار بگیرید، این برای شما یک حکم شرعی نیست. جایز هست برای شما در جایی که نمیتوانید حرفی بزنید، جایز هست که سکوت بکنید و نمیتوانید امر به معروف بکنید یا نهی از منکر بکنید. شما از نظر شرعی معذور هستید و هیچ گناهی برگردن شما نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که و امام وقتی که مؤذن اقامه میگوید بلافاصله هنوز اقامه را تمام نکرده امام نماز را میبندد، آیا درست یا نه؟ این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. الفاظی رو که به عنوان اذان تعیین شده و یا به عنوان اقامه تعیین شده باید به صورت کامل گفته بشود. قد قامت الصلاة وقتی گفتن بعدش هم باید الله اکبر هم این گفته بشود که جزء کامل شدن اقامه هست و این الفاظی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که اقامه گفته میشد به صورت کامل، بعد از این در واقع تکبیر میگفتن برای نماز، یعنی در اثنای اقامه گفتن تکبیر نمیگفتن. منتها بعضی از فقها یک اعمال سلیقه کردن در این زمینه، زیرا که لفظ قد قامت الصلاة معنیش این است که نماز برگزار شد، یعنی شما اعلام میکنی قد قامت الصلاة همانا 100% قطعا نماز برگزار شد. بعضی از فقها گفتند که چون که الان گفته که نماز برگزار شد باید بلا فاصله نماز رو برگزار بکنند، اقامه بکنند، یعنی تکبیر بگویند که این حرف دروغ نباشه. خب این حرف دروغ نیست. قد قامت الصلاة یعنی نماز در آستانه در واقع شروع شدن هست و اقامه شده برای نماز شروع خواهد شد و الفاظی رو که در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست باید امام صبر بکند تا اینکه اقامه به صورت کامل در واقع گفته بشود، بعد از آن در واقع تکبیر بگوید. حتی در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مورد اتفاق افتاد که در میان اقامه و در میان تکبیر فاصله خیلی زیادی اتفاق افتاد تا اینکه ایشون رفتن تو خونه خودشون دوباره برگشتند، اما باز هم هیچ گونه در واقع اشکالی به وجود نیومد و لازم نیست که بلا فاصله بعد از تمام شدن اقامه تکبیر گفته بشه. اگر امام متوجه شد که بله صفی یک جای کج هست، هیچ گونه اشکال نداره که مردم را توصیه بکنه فلانی شما راست بایستید، فلانی شما یکم جلوتر یا عقب‌تر بروید، این هیچ گونه منافاتی با لفظ قد قامت الصلاة ندارد و امام باید صبر بکند تا اینکه اقامه کاملا تمام بشود. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد حد نصاب زکات بود. گفتن که خب حد نصاب زکات در شهر 85 گرم است. اگر کسی کمتر از این مقدار مثلا 84 یا 82 گرم داشته باشد، آیا باز هم برای این مقدار زکات واجب هست یا نه؟ معیارهای شرعی و نصاب و سقفی که مشخص شده در زکات اینها مد نظر هستند و معیار اصلی هستند، یعنی علامت وجوب زکات هستند. قبل از این زکات واجب نمی شود. یعنی این که وقتی که در شریعت اسلامی مشخص شده که 85 گرم طلا نصاب زکات است، 85 گرم طلای 24 عیار نصاب زکاته. اگر کسی مالک پولی بود یا مالک طلایی بود که 85 گرم طلا بودند، طلای 24 عیار و یک سال کامل بر اون گذشته بود، زکات به اون تعلق میگیرد. دو تا شرط در اینجا وجود دارد.
شرط اولی سقف این مال هست که مال حتما باید به 85 گرم طلای 24 عیار برسد. اگر کمتر از اون بود زکات لازم نیست. اگر 84 گرم بود، 80 گرم بود و کمتر از 85 گرم بود، هیچ گونه زکاتی بر اون تعلق نمیگیرد. ولو اینکه 10 سال پیش شما بماند زکاتی بر اون تعلق نمیگیرد. شرط دوم این است که 1 سال کامل از ملکیت بگذرد. از زمانی که شما این طلا را خریداری کردی 1 سال کامل از اون تاریخ بگذرد، بعد از اون زکات تعلق میگیرد. اگر کمتر از 1 سال بود زکات تعلق نمیگیرد. اگر شما تا 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه این طلا را داشتید، اما قبل از این که 1 سال کامل بشه طلا را فروختید، برای خودتون منزل خریدید، ماشین خریدید، یا جای دیگه مصرف کردید، باز هم در این زمینه هیچ گونه زکاتی بر چنین مالی وجود نداره. مالی که کمتر از نصاب زکات باشه یا کمتر از 1 سال نزد شما مونده باشه به هیچ عنوان زکاتی به آن تعلق نمیگیرد، مگر اینکه خودتون بخواید یک نوع صدقه نفلی رو بدهید، اکرام و هدیه به کسی بدهید، اون یک حکم جداگانه هست، اما از نظر شرعی زکات لازم نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که بعضی از مردم برای به خاطر مریضی یا سحر میرن پیش ملاها و تعویض میگیرن، این کار چه حکمی دارن؟ اگر بخوایم که یعنی بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم، اون گونه که در خیرالقرون مردم عمل میکردن، این کار یک کار ناجایز و در واقع نادرستی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. مردم هر کسی که یک کاری رو انجام بده که ما انجام ندادیم، یعنی در بعد دینی به خاطر تقرب انجام بده، اینو یک نوع عبادت بداند، هر کسی که چنین کاری رو انجام بدهد و بدعتی رو ایجاد بکند که ما در زمان ما وجود نداشته، پس بنابراین اون مردود هست، از نظر شرعی قابل قبول نیست. ما در هیچ جایی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعویذی نوشته باشند یا به کسی گفته باشند تعویذی بنویسند، بر خودشون یا بر فرزندانشون در واقع تعویذی رو بسته باشند. بر حسن و حسین، فاطمه زهرا و بقیه فرزندانشون رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان تعویذی رو در واقع ننوشتند و آویزان نکردند و از هیچ یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم این در واقع ثابت نیست. آن چیزی که ثابت هست رقیه شرعی هست. جایز هست که شما خودتون چیزی رو بخونید، آیاتی از قرآن رو بخونید، بر فرزندانتون بدمید. رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا این کار رو میکردن. به جای تعویذ نوشتن، حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما رو وقتی که ایشون تعویذ میکردن، به این معنی که اونها رو در پناه الله متعال قرار میدادند، رقیه شرعی میکردند، معوذتین رو میخوندند و بر اونها دم میکردند. معوذتین را میخوندند و بر اونها دم میکردند. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو میخوندند، فرزندان خودشون رو دم میکردند. شما هم مادر و پدری که هستید بر فرزندانتون این رو بخوانید و دم بکنید. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خودشون هم میخوندند و دم میکردند. قبل از خواب این سوره ها رو میخوندند و در دست مبارکشون میدمیدند و دست رو بر تمام بدنشون میمالیدند. این روش سنت هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و قطعاً تأثیرش بیشتر از تأثیر یک نوشته‌ای هست که شما اونو بذارید تو جیبتون یا بر روی گردنتون یا دستتون در واقع اینو ببندید و آویزان بکنید. گذشته از این که این عمل ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، این تعویذ نوشتن احیانا منجر می شود به حد که حرمت آیات قرآن کریم. شما آیات قرآن رو نوشتید، این آیات قرآن شما وقتی دستشویی می روید یک جای ناپاکی هست، شما این آیه قرآن همراه شما هست، این بی‌حرمتی به آیات قرآن هست. یا در زمانی که حالت جنابت هست، مرد یا زن، یا در حالت عادت ماهیانه هست، این تعویذ رو بر روی بدن دارد و حملش می کند. آیات قرآن اگر نوشته باشه که این حرام هست و یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن است. و اگر غیر آیات قرآن باشه شرکه. اگر غیر آیات قرآن باشه، طلسم باشه، اعداد باشه، نمیدونم اشکال هندسی باشه، اینا شرکند. یعنی شما نگاه بکنید هر تعویضی که در اون شکل هندسی نوشته شده، اعدادی نوشته، ضرب و تقسیمی در اون نوشته شده باشه یا شکلی رو کشیده باشند یا غیر از آیات قرآن کریم باشه، در این هیچ گونه شکی نیست این در جزء موارد شرک و استمداد از غیر الله هست. و اگر آیات قرآن باشه که برخی از علما اینو جایز قرار دادن، بازم عرض کردم که این منجر می شود به حد حرمت و بی‌حرمتی آیات قرآن کریم که این هم از نظر شرعی جایز نیست و نظر بنده در این مورد این است
هست که تعویض به هیچ گونه جایز نیست، نه آیات قرآن و نه غیر آیات قرآن. غیر قرآن باشه که شرک هست، اگر از آیات قرآن باشه این حد که حرمت و بی‌حرمتی آیات قرآن هست که این از نظر شرعی مشکل داره و جایز نیست. همون چیزی رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست به همون اکتفا بکنید و خودتون سوره فاتحه رو بخونید 7 مرتبه بخونید اون گونه که ثابت هست از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود رسول الله تایید کردند. اینو بخونید، بر خودتون بر فرزندانتون بدمید، آیت الکرسی رو بخونید یا معوذتین رو بخونید یا هر آیه از آیات قرآن رو که بخونید بر بیمارتون بدمید، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. ان شاء الله که الله متعال تأثیر مضاعفی رو حاصل خواهد کرد و بیمار شما ان شاء الله شفا حاصل بکند. اما اینکه پیش مولایی بروید و تعویضی بنویسید که معلوم نیست از آیات قرآن باشه یا غیر آیات قرآن باشه، انسان جادوگر و ساحری باشه که ایمان شما رو بگیره و اینو برگردن و دست خودتون آویزان بکنید، این از نظر شرعی جایز نیست و اشکال داره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد سوالشون در مورد رفتن جماعت تبلیغ، گفتن که در جماعت تبلیغ روز سه‌شنبه یک کار دارن به اسم گشت‌زنی که به دم خونه های مردم میروند و آیا این کار اساس شرعی دارد یا نه؟ این کار جزء یعنی سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی رو تعیین نکرده بودند که بروند مردم را دعوت بکنند که به مسجد بیایید، یا یک گروهی این وظیفه را داشته باشند که بروند گشت بکنند و مردم را دعوت بدن. اما به صورت کلی اشکالی هم در واقع ندارد. یعنی اشکالی اگر کسی بفهمند که در محله ما یک فردی هست که اهل نماز نیست و به مسجد نمیاد، یکی اهل جماعت مسجد بروند الان اسمش رو گشت میگذارند یا هر چیزی دیگر دعوت میگذارند، یک کسی به صورت انفرادی برود یا این که 2-3 نفر بروند که دعوتش بدند که به مسجد بیاد، یک فردی هست که فرض کنیم که نماز نمیخواند، این از نظر شرعی اشکالی ان شاء الله که نداره و جایز هست. اما این رو یک نوع عبادت شمردن و یک نوع رسمی که یک روز مشخصی رو تعیین کرده باشند، یک آداب خاصی رو برایش تعیین کرده باشند، این موارد را بهتر است که پرهیز بکنند. اما به صورت اتفاقی اگر خواستند بروند یک کسی رو دعوت بدن، این با اصول شرعی هیچ گونه تضادی رو نداره. جزاکم الله خیر. آقا جمال از اروپا از هلند گفتن که آیا خرید خانه به صورتی این که از بانک میگیرن و سود هم میگیرن جایز هست یا نه؟ در اینجا 2 تا مسئله وجود داره که این 2 تا مسئله با همدیگر کاملا جدا هستند. 2 مسئله یا 3 مسئله هستند. یکی از صورتهایش که جایز هست این هست که بانک خودش فرض کنیم یک پروژه‌ای رو داشته باشه، خونه‌هایی رو ساخته، یه خونه‌ای رو خریده، مالک اصلی این خونه خود بانک هست و شما میروید با بانک یک قراردادی رو میبندید و از خود بانک یک زمینی رو، مغازه‌ای رو، یک خونه‌ای رو میخرید و اینو بانک به شما قسطی میدهد، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. یعنی فرض کنیم خونه ای که به طور مثال فرض بکنیم که 10 میلیون مثلا قیمتش باشه، بانک به شما 15 میلیون بده، اما اینو قسطی میده، هیچ گونه اشکال نداره در صورتی که این در واقع ملک یا خونه یا زمین یا مغازه ملک خود بانک باشه، صاحبش بانک هست، بانک به شما میفروشه قسطی، به جای اینکه نقد بفروشه قسطی میفروشه، هیچ گونه اشکال نداره و جایز هست. اما صورت دوم این که شما منزلی رو میخرید از یک فرد دیگر، از یک شرکت دیگر میروید و میروید پیش بانک به شما پول بدهد، شما پول ندارید، میخواد یک زمینی رو بخرید، یک منزلی رو بخرید از یک طرف دیگر، از یک مؤسسه دیگر، میروید پیش بانک من نیاز به پول دارم، این خونه رو میخوام بخرم و بانک اون پول رو به شما میدهد و در مقابل یا به حساب اون شرکت میریزد و در مقابل بیشتر از اون پولی که به شما داده یا به نمایندگی از شما به اون شرکت داده بیشتر از شما تقاضا میکند. این دقیقاً همون ربا هست که جایز نیست. این صورت در واقع دوم هست که عرض کردم که این جزء مواردی هست که جایز نیست. و یکی دیگر صورت سوم که یک اشکال دیگری که در اینجا وجود داره، بیعتین فی بیعه هم در واقع از نظر شرعی درست نیست، 2 تا معامله در یک معامله. یعنی فرض کنیم که همین یک خونه رو شما خریدید، یک قرارداد با بانک بستید، یک قرارداد با در واقع با اون شرکت بستید، یعنی شما 2 جا قرارداد بستید که بیعتین فی بیعه هست. یک مرتبه این بیعت، این معامله
صورت گرفته از بانک تا از اون شرکت تا بانک و معامله دومی بین بانک و بین شما هست. این هم بیعتین فی بیع هست که این هم از نظر شرعی اشکال داره و درست نیست. فقط صورت اولش عرض کردم در صورتی که بانک خودش مالک باشه و خونه و منزل مال خود بانک باشد به شما بدهد، این صورتش جایز است و صورت‌های دیگرش از نظر ما ناجایزند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که به یک فامیلی که یتیم 4 تا یتیم داره کمک میکنن و گفت مصارف زندگیشون هم تقریبا از این طریق از حال سالشون این است، گفتن که من اگر این پول زکات را جمع بکنم و در طول سال به صورت کم کم به این خانواده بدهم بفرستم، آیا این درست است یا نه باید یک جا این پول زکات را بدم؟ این مسئله جایز نیست که کسی زکات رو پیش خودش نگه داره و به مرور زمان به فقرا بده. وقتی که شما زکات رو از مال خودتون خارج کردید اینو به فقرا بدهید. این یک امر هست. یعنی نگه داشتن زکات پیش خود صاحب مال که من زکات مال خودم رو در طول سال میدم، کم کم اینو پرداخت میکنم، سال گذشته رو زکاتش رو من یا اینکه بیرون کرده جدا کرده پیش خودش یا اصلا جدا نکرده، میگه من اینو در طول سال حساب میکنم، هر چی زکات شد اینو میدم به در واقع فقرا و مساکین سال گذشته رو. این عرض کردم از نظر شرعی جایز نیست. اما پرداخت زکات قبل از موعد جایز هست. پرداخت زکات قبل از موعد جایز هست. به چه صورت؟ یعنی این که مال شما هنوز 1 ساله نشده، طلایی که شما دارید، پولی که شما دارید 1 ساله نشده، شما قبل از موعد زکات رو پرداخت میکنید. یعنی مال سال گذشته نیست، زکات سال آینده را شما می توانید کم کم به فقیر بدهید. یعنی هنوز از نظر شرعی بر شما زکاتی واجب نیست، اما خود شما می خواهید که با اختیار خودتون زکات را قبل از موعد پرداخت بکنید. این اشکالی نداره. زکات سال آینده را شما می توانید کم کم از مال خودتون جدا بکنید، سر 1 ماه 2 ماه و اینو به فقیر و مسکین بدهید. اما در صورتی که مال شما 1 ساله شد و زکات بر شما فرض شد، در این صورت اجازه ندارید که مال زکات رو به تأخیر بیندازید. اما زکات سال آینده را می توانید که کم کم پرداخت بکنید. به نیت زکات اینها رو پرداخت میکنید، 1 ماه 2 ماه 3 ماه کم کم پرداخت میکنید. سر سال حساب میکنید که چه اندازه زکات بر شما لازم هست، چه اندازه دادید. اگر بیشتر داده باشید که صدقات نفلیه برای شما حساب میشه، اگر کمتر بوده مابقی رو کامل میکنید و زکاتتون رو کامل پرداخت میکنید. اما این که زکات کامل شده باشه، سالش کامل شده باشد و شما بخواهید که سال گذشته رو زکاتی رو که بیرون کردید پیش خودتون نگه دارید و کم کم به فقرا بدهید، این جایز نیست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن کسی که نماز قضایی دارد، نمازش قضا شده است، میگویند که نباید سنت بخواند. یعنی گفتن باید اول کلا نماز قضا بخواند بعد سنت بخواند. این حرف درست یا نه؟ این حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. ما چون این چیزی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده و ما در واقع روایت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دستوری رو داشته باشند و در احکام شرعی ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. این حرف ما باید یک دلیل و مستندی از قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه. در مورد خود قضا آوردن نمازهایی که انسان عمدن ترک کرده، علما اختلاف نظر دارند. برخی از علما معتقد بر این هستند که اون نماز باید قضا آورده بشود، اما نظر بسیار از علما که من هم نظرم این هست، این مسئله در مورد قضای نمازی که عمدن ترک شده قضایش لازم نیست. اگر شما در جوانی نمازی رو عمدن ترک کردید، تارک صلات بودید، قضا آوردن اون نمازی که عمدن شما وقتش از اون گذشته و خارج کردید، اون رو اگر بخوانید بازم قضایش انجام نمیگیرد. یعنی انجام دادن یک عملی که بر شما واجب بوده که این عمل رو در فلان ساعت و در فلان روز انجام بدید، اونجا اگر انجام ندادید غیر از اون در واقع قضای اون انجام نمیگیرد و این نظر بسیاری از فقها هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی نمازی رو خواب افتاد یا اینکه فراموش کرد، هر وقتی که بیادش اومد یا هر وقتی که بیدار شد اون نماز رو بخوند. اما نمازی که عمدن ترک شده در این مورد چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده و همین که شما توبه بکنید و استغفار بکنید این کفایت میکنه.
یعنی همین که شما توبه کردید، از گذشته خودتون پشیمان هستید که چرا نماز نخوندید، این کفایت میکنه برای شما. انشاءالله که الله متعال گذشته شما رو یا هر کسی که تارک الصلات بوده انشاءالله گذشتهش رو معاف بکنه. منتها سعی بکنه که بیشتر نماز بخونه. در این هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. به خاطر این که فرصتی رو شما از دست دادید، در یک مقطع زمانی شما نماز نمیخوندید و اونایی که نماز خوندن از شما جلو افتادن. شما به خاطر اینکه این گذشتهتون جبران بشود هیچ اشکالی نداره که بیشتر از گذشته نماز نفل بخونید. اما این که به جای نفل و به جای سنتی که میخونید نیت فرض رو داشته باشید، این از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و بر شما قضایی هم لازم نیست. نمازی که عمدن ترک شده باشد قضا ندارد، توبه و استغفار لازم هست. اما نمازی که فراموش کردید یا خواب افتادید، هر وقتی که بیادتون اومد یا بیدار شدید اون نماز رو باید قضایش رو بیاورید، زیرا که در این زمینه مستقیما حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شخصی قسم زن طلاق خورده که کاری رو انجام بدهد اما حالا نمیتواند انجام دهد، چه حکمی دارد؟ بله، این بیننده بلوچی بودند که سوالشون این بود که اگر کسی قسم خورده باشد یا زن طلاق خورده باشد که فلان کار رو انجام میدند و نمیتونن اون کار رو انجام بدن یا پشیمان هستند اون کاری که میخوان انجام بدن در واقع یک کار خلاف شرع هست، اون گونه که ایشون یعنی گفتن یک کسی قسم خورده که فلانی رو ضرب و شتم بکنه، این از نظر شرعی کار خلافی هست و جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی از شما که قسم خورد یک کاری رو انجام بده که اون کار خلاف شرع هست یا متوجه شد که اگر این کار رو انجام ندهد بهتر هست این قسمش رو بشکند، کفاره بدهد و اون عملی رو گفته که انجام نمیدهم انجامش بدهد یا عملی رو که گفته انجام میدهم اون انجام ندهد. یعنی قسمش رو بشکند، کفاره بدهد و کفارش این است که در واقع 10 مسکین رو غذا بدهد یا اینکه لباس بدهد و اگر نمیتواند که غذا یا لباس بدهد 3 روز رو روزه بگیرد. این کفاره قسم شما هست. و قسم به زن طلاق هم حکمش همین هست. قسم به زن طلاق هم حکمش همین هست. ایشون گفتند که زن طلاق خورده که فلان کار رو انجام بده، یعنی قسم زن طلاق خورده حکمش باز هم حکم همون قسم هست. اگر شما به نام الله متعال قسم خورده باشید حکمش این است که شما باید کفاره بدید در صورتی قسم خود را بشکنید. یعنی قسم را بشکنید، قسم خورده که فلانی رو من میزنم، اون رو نزنه، بره قسمش رو بشکند و به جایش 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد یا اینکه در مرحله بعدی در واقع 3 روز رو روزه بگیرد. و اگر زن طلاق خورده باشد باز هم حکمش همین است. قسم به زن طلاق از نظر شرعی کار حرامی هست. قسم خوردن به غیر نام الله متعال حرام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله، اگر کسی میخواد قسم بخورد به نام الله قسم بخورد، به نام کسی دیگر قسم نخورد. قسم زن طلاق یعنی خلاف شرع هست و جایز نیست. اما وقتی قسم خورد، زن طلاق خورد، حکمش حکم همون قسم هست و کفارش هم کفاره قسم هست. این دیدگاه بنده است که من در این زمینه بیان کردم. اما از نظر فقهای احناف در این زمینه اگر کسی زن طلاق خورده باشد که فلان کار رو انجام میدهد، بازم یعنی به مجرد اینکه زن طلاق خورده باشد زنش طلاق نمی شود. به مجرد اینکه زن طلاق خورده باشد زنش طلاق نمی شود. و بسیار از فقهای احناف این گونه توجیه کردن تا زمانی که اون فرد زنده هست زن شما طلاق نمی شود. دقت بکنید در اینجا کسی قسم زن طلاق خورده که من فلانی رو باید بزنم، اگر اون فرد رو نزنه زنش طلاق می شود. اما تا زمانی که مجال هست و اون فرد زنده هست و شما میتونید بزنید، گفتند که زنشون در واقع طلاق نمیشه. وقتی که اون مرد در کتاب فقه اومده که اون وقت طلاق میشه. اما این مسئله هیچ گونه دلیل شرعی ندارد. عرض کردم که حکم شرعی در مورد شما این هست که این قسمتون رو بشکنید و به جای این کفاره بدهید. یعنی 10 مسکین رو غذا بدهید، برده نیست که آزاد بکنید، 10 مسکین رو غذا بدهید یا لباس بدهید و اگر توانایی مادی ندارید 30 روز رو روزه بگیرید، ان شاء الله کفایت میکنه و هیچ غم و غصه‌ای هم در این زمینه نداشته باشید. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن تا بینندگانی که دوباره میخوان سوال شرعی بپرسن سوالشون از درون آماده بکنن و سوال بپرسن و همچنین از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. جناب مولانا بیننده بعدی در مورد کاشتن درخت بر سر قبر که اگر گفتن به قصد این که
سایه‌ای باشد یا پرنده از آن استفاده کند و آن را آبیاری انسان بکند، آیا نظر شرعی مشکلی دارد یا نه؟ کاشتن درخت بر روی قبر یک عملی هست که از نظر شرعی ثابت نشده و همون گونه قبلا هم عرض کردم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. اگر کسی یک کاری رو انجام بده که ما انجام ندادیم به خاطر در بعد دینی و در مسائل مذهبی، این کار از نظر اسلام مردود هست، جایز نیست این کاری رو شما انجام بدهید. و این بحث کاشتن درخت بر روی قبر، این از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ گونه ثبوتی رو نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه بر هیچ قبری درختی رو نکاشتند، در کنار مرده قبری رو و در کنار قبری درختی رو نکاشتند و کاشتن درخت کنار قبر هیچ تأثیری بر مرده ندارد، نه عذابی رو کم میکند و نه اینکه زیر سایش استراحت میکند، هیچ منفعتی رو برای فرد در واقع مرده ندارد. در این زمینه روایتی هست در صحیحین اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی این دو تا قبر بودند، یک شاخه درخت خرمایی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم که تازه بود و تر بود اینو دو نصف تقسیم کردند و بر روی این قبرها گذاشتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که تا زمانی که این دو تا شاخه خشک نشده عذاب قبر از اینا در واقع برداشته می شود. این یکی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و فقط در همین یک مورد بوده. در موارد دیگر هم ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی قبرها شاخه درخت خرما یا شاخه درخت دیگری رو که تر باشه گذاشته باشند یا اینکه درختی رو کاشته باشند، بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا مشخص کردند که هدفشون در اینجا چی بوده. روایت این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم از کنار دو تا قبر عبور کردند و فرمودند انهما یعذبان، صاحب این دو تا قبر دارند عذاب میبینند و فرمودند که یک از اونها به خاطر اینکه سخنچینی میکرد و نفر دوم به خاطر این که از ادرارش اجتناب نمی‌کرد و خودش رو پاک نمی‌کرد، یعنی بدنش لباسش آغشته به ادرار میشد. به این خاطر اینها الان دارن تو قبرشون عذاب می‌بینند. این خبری هست که از وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودند فاحببت بشفاعتی ان یرفع عنهما، من میخوام که به شفاعت من عذاب از اینها سبک بشه و دستور دادن این شاخه درخت خرمایی رو آوردند و دو قسمت کردند و بر روی این دو قبر گذاشتند و فرمودند تا زمانی که این دو تا شاخه خشک نشده باشد عذاب قبر از اینها در واقع برداشته می شود یا تخفیف ادا می کنند. این در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ویژگی رسول الله و فقط در همین یک مورد هست. ما نمیتونیم عمل خودمون رو قیاس بر عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. عرض کردم که هیچ دلیلی در این زمینه نیست. رسول الله این کار رو نکردند که درختی رو بکارند به این منظور. اگر منظور شما این است که با کاشتن درخت در قبرستان یا بر روی سر یک مرده عذاب از اون کم بشود یا یک نفی حاصل بشود برای مرده، این کار یک کار بدعت است و از نظر شرعی جایز نیست. این یک نکته. اما اگر کسی در قبرستان یک درختی رو بکارد به خاطر اینکه مردم زیر سایش در واقع از سایش استفاده بکنند، نه بر روی قبر، در جایی که مردم می‌نشینند یا در جایی که مردم نماز میت رو میخونند، در اونجا اشکال شرعی ندارد. اما بر روی قبر اگر درختی رو بکارند، عملا مردم نمیتونند از اون در واقع استفاده بکنند، زیرا که از نظر شرعی نشستن بر روی قبر یا زیر سایه‌ای که روی قبر هست از نظر شرعی این اشکال دارد و جایز نیست. و سوال ادامه سوال این بیننده‌مون در مورد بسیار خوب، یک سوال جدا بود دیگه. گفتم فراموش نشه وقت. نه انشالله. چند تا سوال از بینندگان میگیریم، دوباره انشالله به سوالا میرسیم. اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم قربان. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من یک سوال دارم. یک شخصی 96 سال عمر کرد و در طول این 96 سال نه نماز خوند من نه روزه گرفت. الو. بله بفرمایید. نه نماز خوند نه روزه خوند. نه روزه گرفت. نه نماز در طول 96 سال نه نماز خوند نه روزه گرفت کلا.
حالا بستگانش راستش میخوان برای این نماز روزه بخرن، یعنی در واقع 80 سال نماز به علاوه 80 سال روزه، یعنی 80 ماه روزه در واقع. سوال من این است که اولا این کار امکان شدنی هست؟ اصلا میشه اصلا نماز خرید، روزه خرید، اینا پول داد به یه شخصی براش نماز بخونن یا روزه بگیرن؟ این یک. و دوم که اون شخصی که این پول رو میگیره و این تعهد رو انجام میده، اگه خود اون شخص بمیره تکلیف چی میشه؟ اینجا مسئله چه شکلی میشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی تشکر میکنم. سلامت باشه. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، در خدمت شما هستیم. معذرت میخوام، سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. زن و شوهری مدتی 2 سال از همدیگر جدا زندگی میکنن. بله. آیا به همدیگر هنوز مرهم هست یا نه؟ این خیلی دوست داره باش دوباره بیاد زندگیشو با هم ادامه بدن ولی زن نمیخواد. یعنی طلاق صورت نگرفته، فقط از هم قهر هستن یا بعضی هم جواز نمیکنن؟ نه آفرین، مدت 2 سال از همدیگر جدا زندگی میکنه ولی طلاق هم نداده همدیگر. ولی شوهر دوست داره باش دوباره زندگی کنه ولی زن نمیخواد. درست. سوال دیگه هم دارین؟ خواهشاً جوابش میخوام. نه سلامت انشالله. سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. ممنون، تشکر. سلام. سوال خود براتون بگویم یا منتظر باشم که استاد بفرمایید؟ استاد محترم، من حرفای خودتانم و استاد محترم همیشه گوش کردم. در ضمن در مورد تکلیف ماهوار خانم ها استاد محترم گفت که قضایی اگر کدام خانم در ماه مبارک رمضان تکلیف ماهوارش قضایی داره، نمازایی که یک خانمی که در ماه مبارک در غیر رمضان اگر به تکلیف ماهوار مبتلا میشه باز نمازایش با قضایی نداره. اینال اگر خانم نماز روزه خود قضایی بیاره باز نمازای قضایی خود چطور کنه؟ درست. حرف مرا درست دقیق گرفته؟ یعنی منظور خود نماز در ماه رمضان دیگه، چون که در باقی ماها نه بعد از رمضان، چون در ماه رمضان خانم تکلیف ماهوار آورد. درست. ان شاء الله شیخ مولوی توضیح میدم. چون نماز یک حکم دیگه داره و روزه یک حکم دیگه داره. اگر متوجه باشید. بله ما میخوایم که امیر یک ذره امثال کل حرفایتون در اثر تا آخر امیر جلسه تون ما شنیدیم. ما به مو خاطر امیر سوال کردم، در ضمن استاد گفت که نمازهای قضایی کسایی که در جوانی داره یا سابق داره و قضاییش هم نمیشه، از او که در نفل بخواد دیت قضایی فرضای قضایی خود نکنه. درست. ممنون. چند جور تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. همچنان سلام خدمت استاد محترم تقدیم میکنم که 2 سوال داشتم از شما استاد. سوال اول که کسانی که احکام دین نمیفهمن و از خود بر مردم حکم میتن، حکم از یا چی از در روز آخرت، مثلا حلال و حرام، مثلا یکی کارا بکن، نماز بخوان، نماز نخوان. یک سوال بود. و سوال دومی استاد که یک دوست ما در دنمارک متخصص بود، دکتر بود. خب متاسفانه او یک مریضی تومور مغزی پیدا کرد بسیار خطرناک که فقط خداوند دیگه او را شفا بده. کسی را گفته که تو نماز نخوان دیگه اثر تو نماز نمیشه به خاطر که تو یاد فراموشی پیدا کردی و ذهن زیر حتی زبانش همین تکلیفی که در سرش پیدا شده حتی زبانش به حساب گرفته شده، به حساب صحیح درست یعنی تکلم کردن نمیتونه. فرنسال بعض وقت بعضی چیزا از یادش میره. یا گفته که تو نماز دیگر نخوان از خاطر که وقتی در نماز استاد میشه یک بار یادت میره که در رکوع چی بگویی یا در سجده چی بگویی، یا فرنسال سوره فاتحه را میخونه در قسمت میرسه یک قسمت فراموش میکنه. باز مرا گفت این سوال از استاد پرسیدم که چی میگه. تقریبا 7-8 ماه نماز خود استاپ کرده بود، نخوانده بود. باز یک روز مرا که گفت من گفتم نه باید نماز تا بخونی. همیشه استادا میگن که
در حالت مریضی که انسان باشه از گردنش نماز ساقط نمیشه، به خاطر که گفتم زمین و آسمان هم میشناسی. یک سال واضح ان شاء الله پاسخ داره فراموشی میکنی. بله یک جان تشکر از شما استاد. تشکر میکنم. تماس بعدی بیننده باز کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. استاد من چنین سوال داشتم. هنگام نماز خواندن وقتی رکوع و سجده سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی از سه بار زیادتر گفتن ممکن است، جایز است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر یک سوال داشتم. همین طبقش لبش شکستگی به طعام خوردن ممکن است یا نه؟ دوباره بگین. طبق لبش شکستگی به طبق لبش شکستگی، یعنی منظورتون وسایل ظرف ظروفه؟ ظرف که لبش شکسته باشه ممکن است نه؟ بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه رحمت برکه دعا کنید. سلامت باش. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. بخشین انگلیسی چیز کردم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام. بفرمایید گرامی. یکم بلندتر صحبت بکنید و بفرمایید سوالتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. یعنی در اطراف مسجد حاجتخانه کردن ممکن است؟ یکم بلندتر صحبت کنید. در اطراف مسجد حاجتخانه در حولیش. سوال دیگه هم دارین؟ بله. دیم سوال، مرده که زنش به ستر میگرده حکمش چی است؟ مردی که زنش به ستر به حجاب میگردد. به حجاب. درست. دیم سوال میبخشید، نماز قصدن قضا کردن حکمش چی است؟ نمازی که قصدن این رها کردی؟ قصدن قضا کردی نخوندی. درست. رحمت کلام. سلامت باش. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سوال داشتم. خواستم علیکم السلام. دختر خواهر زن برادر محرم یا نه؟ خواهر زن. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا هم تو گفتین سوال 2 سوال پرسیدن بیننده که یکی سوالشون برای بعد از سوالای بینندگان گذاشتیم که گفتن در مورد سکرات مرگ یا بیهوشی که در هنگام مرگ است، گفتن توضیح بدین که چه حالت داره. در مورد خود سکرات، معنی سکره اصلا به معنی سختی هست، معنی سختی هایی که در هنگام مرگ انسان دچار آن می شود، اما از این که بیماری باشه، تب باشه
یا دردی باشه یا به صورت کلی که منجر به بیهوشی بشود. تمام این مجموعه رو میگن که در واقع در زبان عربی به سکرات تعبیر شده و این رو الله متعال در قرآن کریم صراحتا بیان فرمودن و جاء سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید در سوره قاف، که به انسان گفته میشه که سکرات موت به حق اومد. اون چیزی که ازش میترسیدی، بیم داشتی، فرار میکردی، اینه که الان در واقع گریبانگیر تو شده. و بله، مرگ سختی هایی رو دارد. در این زمینه روایتی هست از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، به طور مثال در صحیح بخاری از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وارد شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نزدیکی وفاتشون خیلی تب کردند. بنابر روایتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبشون خیلی شدید بود که دست رو در روی کاسه آبی گذاشته بودند کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایشون دست رو میگذاشتن توی کاسه آب و بر روی سر صورت خودشون در واقع مس میکردن و فرمودند که لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله ان للموت سکرات، که فرمودند که لا اله الا الله مرگ سختی هایی رو در پی دارد. و در روایت دیگر اومده که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 برابر تب می‌کردند و از ایشون سوال شد که انک توعک کما یوعک الرجلین منا، یا رسول الله تب شما 2 برابر تب‌های معمولی انسان‌های دیگر هست، انسان‌های معمولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بله این گونه هست و این به خاطر این است که من 2 برابر پاداش میبرم. حتی در مورد حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که یکی از روزها رفته بودند به ملاقات و عیادت رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمودند که یا رسول الله شما خیلی زیاد تب کردید. ایشون فرمودند ان كذلك يشدد علينا البلاء و یضاعف لنا الاجر. ما این گونه هستیم، بلا یعنی گرفتاری یا درد و بیماری بر ما 2 برابر خواهد اومد به خاطر اینکه 2 برابر به ما پاداش میرسه. از این روایات و روایات دیگری مجموعاً این برداشت می شود و صراحتاً اومده که سکرات موت و سختی های مرگ یکی از مکفرات هست، یکی از مواردی که سبب می شود که گناهان انسان در واقع کفاره بشه. همین که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که سکرات ما سخت‌تر هست یا بیماری ما سخت‌تر هست به خاطر اینکه پاداش ما 2 برابر هست. یعنی به هر میزانی که انسان در هنگام مرگ دچار سختی و گرفتاری بشوند، این در واقع نشانه این است که این رو الله متعال کفاری قرار میدهد برای گناهانش و این سکرات برای تمام هست. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که بعد از این که من دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان جان کندن چه سختی رو متحمل شدند و چه سکراتی رو داشتند، گفت بعد از اون دیگه من آرزو نمی کنم برای کسی که راحت بمیرد. یعنی این سکرات وقتی که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، برای بقیه امت هست. منتها باز هم در مقایسه سکرات مؤمن با مسلمان یک تعبیر خیلی زیبایی اومده در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم. با این همه سکراتی که عرض کردم وجود داره، باز هم در روایت اومده که خارج شدن روح انسان مسلمان از بدن این تشبیه کردم مانند قطره آبی که از یک مشکی بچکد. قطره آبی که از یک مشکی بچکد، مشکی رو که پر از آب هست، قطره مشکی آرام آرام از این سرازیر می شود و به زمین می چکد. روح مسلمان این گونه از بدنش در واقع جدا می شود. اما روح انسان کافر و انسانی که در واقع ایمان ندارد به الله متعال برعکس این هست. مانند روایت اومده این گونه که مانند این که یک شاخه ای از درخت کنار و درخت خارداری رو در یک پشمی که زده شده و باز شده بگذارید و این رو پیچ بدید و دوباره بکشید، به چه اندازه اون پشم در واقع گیر میکند، به اینو کشیدنش مشکل هست. روح کافر این گونه در واقع از اون گرفته می شود و این سکراتی که وجود دارد این هم یکی از کفاره های گناهان انسان های مسلمان ان شاء الله خواهد شد. جزاکم الله خیر. آیا زن می تواند در خانه نماز جمعه بخواند؟
نه، نماز جمعه جز نمازهای در واقع جماعت هست که با جماعت خونده بشوند و در کسانی که معذور هستند و نمیتوانند به نماز جمعه بروند مانند زنها، اگر امکاناتش بود تونستن برن به مسجد که هیچ اشکال نداره نماز جمعه رو بخونند، یعنی 2 رکعت رو بخونند. اما اگر نتونستند به مسجد برند یا در جایی هست که امکانش وجود نداره که زنها برای نماز جمعه بروند، در منزل نماز بخونند، منتها نماز ظهر رو بخونند، نماز جمعه رو نخونند. 4 رکعت نماز ظهر مانند روزهای دیگر رو زنها در خونه باید بخونند. 2 رکعت نماز جمعه فقط مخصوص آن کسانی هست که در مسجد میروند و با نماز جماعت در واقع نماز میخونند. حتی کسانی هم که به مسجد رفته باشند و به نماز جمعه نرسیده باشند بخواهند که جماعت بخونند، باید جماعت ظهر را بخونند. جماعت جمعه دوباره تکراری در واقع نداره و اون 4 رکعت ظهر را باید بخونند. پس بنابراین زنی که در خانه هست نماز ظهر را باید بخواند در روز جمعه و نمیتواند که نماز جمعه را در خانه بخواند، اما نماز ظهر 4 رکعت را بخواند. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی که گفتن بیماری قطع نخاع دارن، ان شاء الله خداوند سلامتشون بکنه، گفتن که بخاطر نمیتونه در نماز جماعت و جمعه شرکت بکنه، آیا میتونه روز جمعه نماز ظهر رو در خانه بخونه؟ وقتی که نمیتونن به نماز جماعت و جمعه شرکت بکنن، الله متعال ثواب این نماز را به ایشون خواهند داد، یعنی ثواب جماعت را در خونه الله متعال به ایشون خواهد داد، زیرا که در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بنابر بیماری بنابر سفر عملی رو ترک بکند، همون ثوابی رو که اگر صحیح و سالم بود انجام میداد همون ثواب کاملا به اون میرسد. اما از نظر شرعی برای ایشون نماز جمعه واجب نیست، مانند اون مسئله قبلی که عرض کردم، وقتی که ایشون در خونه نماز میخونن به جای 2 رکعت نماز جمعه ایشون در خونه 4 رکعت بخونن، 4 رکعت نماز ظهر رو نیت بکنن، نماز جمعه رو نیت نکنند. جزاکم الله خیر. آیا شکننده های وضو غسل رو باطل میکنند؟ نه، شکننده های وضو در واقع هیچ کاری با غسل ندارند. به تعبیر دیگر شکننده های وضو واجب کننده غسل نیستند. یعنی اگر کسی مثلا برای قضای حاجت رفت، دستشویی رفت، معنیش این نیست که باید بعد از دستشویی باید غسل بکنه. با شکننده های وضو عرض کردم که معروف ترین چیز ما خرج من السبیلین هست، هر چیزی که از راه طبیعی و بدن خارج بشود، چه از راه جلویی از راه عقب باشد، که این جزء اصلی ترین مواردی هست که وضو رو در واقع باطل میکنند و این صرفاً وضو رو باطل میکند و فقها وقتی که تعبیر میکنند این به معنی حدث اصغر هست، یعنی بیوضویی و حدث اصغر که اولش هست و حدث اکبر همون بحث جنابت هست. چیزهایی که وضو را میشکنند شکننده طهارتند، یعنی طهارت را شکستند، اما موجب غسل در واقع نیستند. یعنی اگر کسی دستشویی رفت و برای قضای حاجت، برای ایشون دیگه لازم نیست که برود غسل بکند، همون وضو بگیرد کفایت میکند. برای رفع حدث اصغر همون که وضو بگیرند این کفایت میکند، بدنشون پاک میشود، مانند این که دستشویی رفته باشند، مانند این که خواب افتاده باشند، یا بنابر نظر برخی از علما وقتی که کسی خونریزی داشته باشه از زخم، گرچه از نظر قول راجح این در واقع جزء شکننده های وضو هم شمرده نمی شود، اما در موردی که جزء موجبات غسل هستند باید غسل انجام بدهد و وضو کفایت نمی کند. جزاکم الله خیر. اگر کسی گناهی انجام داده باشد یا گناه کرده باشد بعد توبه و استغفار کرده باشد، دوباره به گناه باز بگردد، آیا دوباره همون گناه اولش هم باز میگرد؟ نه، گناهی رو که انجام داده قبلا و بعد از آن توبه کرده اون رو الله متعال در واقع بخشیده و معاف کرده و با این که انسان توبهش را بشکند گناه گذشتهش دوباره عود نمی کند. منتها در توبه صداقت لازم هست، یعنی این که انسان با عزم و با این نیت که دوباره گناه نمی کند باید توبه بکند. توبه خالص و صادقانه و توبه نصوح آن توبه‌ای هست که این شرایط رو داشته باشد، از گذشته خودتون پشیمان بشوید و از کاری که انجام میدادید دست بکشید و در آینده تصمیم بگیرید که این کار رو اصلا انجام نمیدهید. این شرایط رو اگر داشت این توبه صادقانه است و با توبه صادقانه الله متعال گناهان گذشته شما رو در واقع معاف میکند و همچنین با انجام دادن نیکی ها و حسنات هم در واقع گناهان گذشته رو الله متعال معاف میکند و با تکرار گناه الله متعال اون گناه گذشته شما رو دوباره
تکرار نمیکنه، دوباره به نام اعمال شما در واقع بر نمیگیرد. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها رو از بین میبرند، پاک میکنند. یا رسول الله فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون کسی که توبه کرده از گناه مانند کسی هست که گناهی رو اصلا انجام نداده باشه، کاملا پاک میشود. منتها لازمش این است که با صداقت و با یقین کامل در واقع و با عزم جازم باید که توبه بکند. نه اینکه این منظورش این باشه که من الان توبه میکنم بعد میرم دوباره این گناه رو انجام میدم. این توبه صادقانه نیست. توبه صادقانه اون توبه هست که انسان این تصمیم بگیرد که قطعا از گذشته پشیمان بشود و در آینده تصمیم داشته باشد که این گناه رو دوباره تکرار نکند. اگر چون این توبه بکند گناه گذشتهش معاف میشود و دوباره عود نمیکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن شخصی 96 سال عمر کرده و در طول این مدت نه نمازی خوانده و نه روزه گرفته. الان که فوت کرده بازماندگانش میخوان براش نماز و روزه بخرن. آیا این کار نظر شرعی شدنی هست؟ و اگر هم که شدنی هست، اگر شخصی که پول گرفته و قول داده که نماز روزه رو بخواند فوت بکند تکلیف چی میشه؟ این از نظر شرعی امکان نداره. کسی رو که نماز نخوانده، روزه نگرفته، خریدنش اگر کل دنیا رو هم بدند که نماز و روزش رو بخرند خریده نمی شود و جبران کننده نماز و روزش نیست. و نماز جز احکامی هست که خیلی تاکید شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح بخاری فرمودند که صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. در هر حالتی که هستی باید نماز بخونی. توانایی داری برو مسجد نماز بخون، توانایی نداری تو خونه نماز بخون. تو خونه میتوانی بایستی ایستاده نماز بخون، نمیتوانی بایستی نشسته نماز بخون، نمیتونی بنشینی خوابیده نماز بخون. منتها نماز در واقع از انسان ساقط نمیشود. در هر مرحله کیفیتش فرق میکنه. رکوع و سجودش از شما ساقط میشه، قیام و قعودش از شما ساقط میشه، اما اصل وجوبش برگردن شما همچنان باقی هست. یعنی هیچ عذری برای ترک نماز از نظر شرعی پذیرفته نیست. و کسی هم که نماز روزه رو نخونده خریدنش، فدیه دادنش و بها دادن به هیچ عنوان از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، حدیثی رو قبلا عرض فرمودند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که عملی رو انجام داد که در زمان ما نبوده این عمل مردود هست. در هیچ جایی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دستوری رو داده باشند اگر کسی نماز و روزه رو نخوند بعدی ها باید اون رو در واقع بخرند. دوما این قیمت نماز و روزه رو کی تعیین کرده؟ در هیچ جایی از قرآن و حدیث بهایی برای نماز و روزه که انسان عمدن اون رو ترک کرده باشه چنین بهایی ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اصل این عمل یک عمل بدعت هست، ناجایز هست. در شریعت اسلامی خریدن نماز جایز نیست و وجودی نداره. در هیچ جای قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نشده. هیچ کسی از صحابه این عمل رو در واقع انجام ندادن. و اون کسانی که پول میگیرند به خاطر اینکه برای مردم نماز بخونند، قرآن بخونند، برای مردم روزه بگیرند، این کارشون خوردن مال مردم به ناحق هست. دارن مال مردم رو به حرام میخورن، چون این عملی جایز نیست. این سوء استفاده هست که شاید برخی از کسانی که میخوان از لباس دین و مذهب به نام دین و مذهب، از احساسات پاک مردم در اون زمان که دلشون برای خویشاوندشون در واقع تنگ هست و میسوزد، میخواد از این قضیه استفاده و سوء استفاده بکنند و در واقع پولی رو به جیب بزنند. خوردن این پول و گرفتن این پول از نظر شرعی حرام هست. خواندن نماز برای میت از نظر شرعی جایز نیست، کفایت نمی کند، فدیه‌ای رو هم ندارد. و دادن چنین پولی به کسانی که چنین نمازی رو بخونند از نظر شرعی جایز نیست. و بالفرض اگر اون کس پول بگیرد، شما فرمودید که بمیرد، بالفرض این که نمیرد، اگر این نماز رو هم بخواند باز هم به حساب اون میت نیست. این نمازی رو خونده اگر حساب بشود به نیت خود اون کسی که خونده این در واقع نماز حساب می شود. اگر حساب نشود که نیتش برای کسی دیگر بوده یا برای غیر الله خونده، به نیت پول خونده، که این یک عملی هست که اصلا از نظر شرعی اصلی ندارد، چه بسا که اصلا به صورت کلی این عمل باطل باشد و حبط و هباء منصورا باشد. بالفرض اگر قبول بشود فقط برای اون کسی قبول می شود که این نماز را خونده، نه برای اون کسی که ازش پول گرفته یا برای میتی که سفارشش کردند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که زن و شوهری 2 ساله است که از هم جدا زندگی میکنن، آیا هنوز محرم هم هستن یا نه؟ و گفتن که شوهر دوست داره که با زن زندگی بکنه اما زن راضی نیست که بازگرده. بله، تا زمانی که عملا طلاق نداده باشه از نظر شرعی باز هم زن و شوهر هستن.
ولی اینکه مدتی رو جدا از هم زندگی کرده باشن، به خاطر اختلافات خانوادگی با هم تفاهم نداشتن، زیر یک سقف زندگی نکردن، اما تا زمانی که شوهر طلاق نداده باشد همچنان زن شوهر هستند و محرم هم دیگر هستند و میتونند که بدون هیچ قید و شرطی دوباره به هم دیگر بازگردند. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد ماهواره یا عادت ماهیانه خانم ها صحبت کردن. گفتن که در ماه رمضان شما گفتین که کسی که عادت ماهانه دارد بعد از رمضان قضا دارد و باید قضا بگیرد روزش را. آیا نماز هم همین حکم رو دارد؟ نه. قضا برای زنانی که عادت ماهیانه میشوند فقط روزهشون قضا دارد، نمازشون قضا ندارد. و جالب هست که در این زمینه روایتی هست در سنن ترمذی اومده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سوال شد. معاذ اینو سوال کرد، میگوید که یک زنی اومد در محضر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و از ایشان سوال کرد که اتقضی احدانا صلاتها ایام محیضها، آیا در ایام عادت ماهیانه نمازی رو که نمیخونیم دوباره قضایی بیاوریم؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که حروریتون انتی، آیا تو حروری هستی، تو خارجی هستی که این سوالو مگه میپرسی؟ یعنی دنبال تکلف هستند و دنبال افراط در دین هستند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند قد کانت احدانا تحیض فلا تؤمر بقضاء، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنانی که عادت ماهیانه میشدند به اونها دستور داده نمیشد که نماز را قضا بیاورند، دستور داده شده بود که روزه را قضا بیاورند، اما نماز قضایی را ندارد. از زنانی که عادت ماهیانه میشوند چه در رمضان و چه در غیر رمضان از نظر شرعی نباید نماز بخونند. اگر نماز خوندند خلاف دستور الله را انجام دادند و نمازشون قابل قبول نیست و بعد از این که پاک شدند هم قضای نماز بر عهده اونها لازم نیست. اما اگر در ماه مبارک رمضان بود روزهشون رو باید دوباره قضایی بیاورند. اما نماز نه در رمضان و نه در غیر رمضان برای زنی که عادت ماهیانه بوده قضایی رو ندارد، نه واجب هست و حتی مستحب هم نیست، حتی مستحب هم نیست، سنت هم نیست، نه واجبه نه سنته و نه مستحب هست. یک چیزی هست که الله متعال زنها رو در این ایام معاف کرده و این تکلیف را از آنها برداشته. درست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که کسانی که از احکام دینی خودشان چیزی نمیفهمند و بر مردم حکم میدن چه حکمی داره؟ فتوا دادن بدون علم در حد شرک به الله متعال هست، یعنی حرمتش در حد شرک هست. الله متعال در سوره اعراف فتوا دادن بدون علم را در کنار شرک و گناهان دیگر در واقع ذکر فرمودند. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. الله متعال میفرماید که بگو که الله پروردگار من فواحش را حرام کرده، ما ظهر منها و ما بطن فواحش ظاهری و باطنی را، والاثم والبغی بغیر الحق اثم گناه را و تجاوز بی دیگران را الله متعال حرام کرده. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و این که یک چیزی را که الله متعال یک حکمی را برش صادر نکرده دلیل شرعی نیست شما اون را با الله متعال در واقع شریک قرار بدهید. این که شما شرکی رو قرار بدید الله متعال اینو حرام کرده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این را که چیزی رو بر الله افترا ببندید، یک حکم شرعی رو به دین الله و به رسول الله نسبت بدهید که هیچ علمی در این مورد ندارید، یعنی فتوا بدون علم بدهید، این حرمتش در حد حرمت به در واقع شرک به الله متعال هست. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگن که من کان عنده علم فلیقل به، اگر از کسی سوال شد یک چیزی میدونست بگه که من این رو میدونم، من این رو شنیدم، من این رو میدونم. کسی که عالم هست، کسی که عالم نیست و اصول فتوا رو اگر که حتی مثلا اهل علم نیست میتونه نقل بکنه، اگر که من از فلان عالم این گونه شنیدم، اگر دقیقاً مطمئن است که این همون سوال رو شنیده و دقیقاً جواب رو در واقع میدونه، دقیقاً که چیزی رو شنیده. اما این که از طرف خودش فتوا بدهد چون این چیزی به هیچ عنوان جایز نیست. حضرت عبدالله بن مسعود فرمودند و اگر کسی هم علمی ندارد بگید که الله اعلم، اگر میدوند جواب بده و اگر نمیدوند بگید که الله اعلم. جواب دادن مسائل فقهی بدون علم گناه کبیره هست در حد گناه شرک. جزاکم الله خیر. و خود بیننده سوال کردن، گفتن که دوستی دارن که در دانمارک هست و دکتر بود و الان دچار تومور مغزیش شده و کسانی بهش گفتن که چون که در حالت تومور مغزی دچار فراموشی میشوید نماز بر تو واجب نیست، چون در این حالت وقتی که نماز میخونیم معلوم نیست که چه میخونین. آیا این حرف درست است یا نه؟
به دلیل فراموشی نماز ساقط نمیشه. این که کسی فراموش بکند در نماز که مثلا به طور مثال چند رکعت خونده، آیا چند مرتبه تسبیح گفته، این دلیل بر سقوط نماز نیست. این حکم نماز از چنین فردی ساقط نمیشه. اما اگر این بیماریش در واقع پیشرفته باشه در اندازه‌ای که دچار بیهوشی شده باشه، اگر یک فردی کاملا بیهوش شده باشد در اون زمان نماز بر ایشون فرض نیست. اما غیر از این اگر هست و حواس دارد، صدای مردم را میشنود و میفهمد، جواب میدهد، یعنی که انسان عاقلی هست و بیهوش نشده، در این صورت نماز بر اون فرض هست و نماز را بخواند. همون گونه قبلا هم عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلی قائما، اگر میتوانی ایستاده نماز بخون، ایستاده نمیتوانی نشسته بخون، نشسته نمیتونی دراز کشیده نماز بخونه، کفایت میکنه. اگر نمیتواند رکوع سجود بکند، همین که اشاره بکند این کفایت میکنه. یعنی در هر حالتی با وضعیت بیمار کیفیت نماز هم در واقع متفاوت هست، منتها باید نماز را بخواند. اگر کاملا بیهوش هست نماز بر اون فرض نیست، اما اگر بیهوش هست و فقط احیانا دچار مقداری در واقع فراموشی شده، در این صورت نماز از اون ساقط نیست، حتما باید نمازش رو بخواند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در هنگام نماز در حالت رکوع و سجده ذکر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، گفتن آیا اجازه هست بیشتر از 3 بار این رو تکرار بکنیم؟ بله، هیچ گونه اشکالی رو نداره. حداقل اذکاری که در نماز هستند، اذکار رکوع و سجود 1 مرتبه هست. 1 مرتبه اذکار وجود رکوع و سجود رو باید بگن. این حداقل جوازش هست. این حداقل برای اینکه نمازتون صحیح باشه باید 1 مرتبه سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم رو بگویید و 3 مرتبه حداقل کمالش هست. حداقل کمال یعنی کمترین حد یک تسبیح کامل که شما گفته باشید. 1 بار گفتن حداقلش هست و 3 مرتبه گفتن کامل کردید شما را، یعنی کمترین درجه کمال 3 مرتبه است. 3 مرتبه گفتی یعنی تسبیح کامل رو گفتید. از اون بیشتر اگر شما خواستید هیچ گونه اشکالی رو نداره، کامل تر کردید شما. حداقل کمال 3 مرتبه هست، 1 مرتبه هم کفایت میکند، 2 مرتبه هم کفایت میکند. حداقل کمال 3 مرتبه هست، بیشتر از اون گفتید یعنی اینکه کمال بیشتری رو در واقع در رکوع شما حاصل شده و بهتر است برای شما. هر مقدار که بیشتر تسبیح بگویید در نماز شما این بهتر هست و ثواب بیشتری داره. هر مقدار که نماز طولانی تر باشه ثوابش بیشتر هست و طولانی تر بودن نماز به خاطر طولانی تر بودن قرائت و طولانی تر بودن اذکار رکوع و سجود هست که در نماز خوانده می شود. جزاکم الله خیر. 5 تا سوال مونده با 6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت. ظرفی که لبه شکسته استفاده از اون درست یا نه؟ این شاید بعضی از مردم، من این گونه متوجه شدم که یک نوع بدفعالی میگیرن، بدشگونی اینو در واقع شاید احساس بکنن، چون این گونه نیست. اگر ظرفی لبش در واقع شکسته باشه یا یک ظرفی رو ترمیم کرده باشند، استفاده کردن در صورتی که برای بدن هیچ گونه ضرر و خطری رو نداشته باشه، هیچ گونه اشکال شرعی هم وجود نداره. در روایت اومده کاسه‌ای که حضرت عایشه رضی الله تعالی، یک از ازواج مطهرات، کاسه شکسته بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کاسه رو ترمیم کردند و با بندی اون رو بستند، دوباره از اون استفاده کردند. هیچ گونه در واقع بدشگونی فال بدی رو در واقع نداره. اما در صورتی که ظرف شیشه‌ای هست، اگر کسی از اون در واقع آب بخوره امکان داره که زخمی بشه، این در واقع دور از عقل است که انسان از چنین ظرفی در واقع استفاده بکنه و خودش رو در معرض خطر قرار بده. اما باز هم اگر قابل امکان بود و ضرر و زیانی و خطری انسان رو تهدید نمی‌کرد و زخمی نمی‌شد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و هیچ گونه بدشگونی در این وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در اطراف مسجد اگر حاجتخانه یا همون قضای حاجت، محل قضای حاجت درست بکنن، آیا درست یا نه؟ اشکالی نداره. در جایی که در واقع به مردم ضرر و زیانی وارد نمیشه و مزاحم مردم نیست، در پیرامون مسجد، در کنار مسجد اگر دستشویی ساخته بشه، این از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی نداره و تأثیری در مسجد نداره. یعنی نماز خوندن در اون مسجد کاملا درسته، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، ولو اینکه نزدیکش در واقع هم دستشویی باشه. مهم این که جایی که انسان نماز میخوند جای پاکی باشه. جزاکم الله خیر. مردی که زنش بی حجاب میگردد چه حکمی دارد؟
یک حجاب یکی از احکام شرعی هست و انسان باید این رو مراعات بکند و وظیفه مرد یا پدر و مادر اون زن این است که این زن رو در واقع نصیحت بکنند و اگر برایش اشکالاتی وجود داره و توهماتی وجود داره اونو دفع بکنند و تمام زنان مسلمان باید این حجاب شرعی رو که الله متعال در قرآن کریم امر فرموده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیادی این امر رو تاکید کردند باید این حجاب شرعی رو مراعات بکنند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی هم سوالی که زیاد میشه پرسیدن که کسی که به قصدن یا عمدن نماز نخوانده چه کار باید بکنه؟ عرض کردم که جمهور علما در این زمینه نظرش این است که نماز رو باید قضا بیاورد، اما بر اساس قول محققین نمازی رو که عمدن و قصدن ترکش کرده و تارک نماز بوده این یک گناه و معصیت شمرده می شود، مانند گناهان دیگر، مانند کارهای دیگری که الله دستور داده که شما انجام بدهید انجام ندادید، مانند کارهای دیگری که الله متعال گفته که انجام ندید شما انجام دادید، گناه انجام دادید. نماز رو هم وقتی که عمدن ترک کردید یک گناهی هست مانند گناهان دیگر، توبه و استغفار بکنید و دوباره پایبند نماز باشید، ان شاء الله الله متعال گذشته رو معاف خواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. آیا خواهرزن محرم هست یا نه؟ نه، خواهرزن جز محرمات در واقع موقتی هست. محرمات موقت یعنی این که فعلا برای شما جایز نیست که با خواهرزنتون ازدواج بکنید. محرمات موقتی معنیش این است که فعلا ازدواج با خواهرزن برای شما حرام هست تا زمانی که در واقع با خواهر دیگر ازدواج کردید و ان تجمعوا بین الاختین که الله متعال صراحتا این رو جز موارد حرام قرار داده که شما نمیتوانید که در آن واحد در یک زمان با دو تا خواهر در واقع ازدواج بکنید. این از نظر شرعی جایز نیست. عرض کردم که جز محرمات در واقع موقتی هست، یعنی فعلا تا زمانی که شما با خواهر اول ازدواج کردید و خواهر اول زنده هست و شما هنوز طلاقش ندادید ازدواج کردن با خواهر دیگر جایز نیست. اما اگر خواهر اول از دنیا برود یا این که طلاق داده بشود در این صورت ازدواج کردن با خواهر دوم در واقع جایز است. به این معنی است که خواهرزن جز محارم نیست، جز محارم نیست، یعنی جز محرم های شما شمرده نمی شود. حکمش برای شما کاملا مانند یک زن بیگانه هست، یک زنی که اصلا با خانم شما و با خود شما هیچ گونه ارتباط نسبی رو نداشته باشه، این خواهر زن شما هم دقیقاً حکمش در حجاب و در محرمیت همین هست، یعنی به هیچ عنوان محرم شما شمرده نمی شود، جز محرمات موقتی هست، یعنی فعلا ازدواج برای شما جایز نیست که با اون ازدواج بکنید. اما این که جز محرمات باشه لازمش این نیست که محرم باشه، یعنی این گونه که هر زنی که بر انسان ازدواج کردن با اون حرام باشد یعنی این که محرم هست این گونه نیست. چه بسا زنانی ازدواج کردن با اونا حرام هست اما محرم نیستن، مانند خواهر زن که ازدواج با اون حرام هست اما محرم در واقع شمرده نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. برداشتن موی صورت مثل پیشانی آیا حرامه یا نه؟ چیزی که در این زمینه وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن حاجبین هست و برداشتن موی ابرو هست و شکل دادنش که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وعید شدیدی رو در واقع بیان فرمودن. اما گرفتن بقیه موی صورت در این زمینه حکم شرعی دلیل شرعی برای ممنوعیتش وارد نشده. گرفتن موی صورت برای زن کاملا جایز هست، موی پیشانی باشه، موی صورت باشه، موی دست و پا باشه، گرفتنش از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی رو نداره و 100% جایز هست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر.
نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل